بسم الله الرحمن الرحیم. یا خود نطق کردن نمیتونه. ای چطور میتونه بخیزه بگیره و دیگه چوچککای خدا بکشه و بزنه و بشکنه نه؟ آل ابراهیم علیه السلام برشان دلیل میگه. قال، گفت ابراهیم علیه السلام افتعبدون من دون الله، پس شما عبادت میکنین بغیر از الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، این چیزا رو شما عبادت میکنین که نه نفع بر شما میرسه و نه ضرر برتان رسانده میتونه. خیلی وقتی که چوچککای خود زدن نمیتونه و خودتان میتونین حتی گپ زدن نمیتونه، با چطور شما ایره عبادت میکنین؟ اف لکم، اف سر شما. اف معنای افسوس. التجر بسیار ما خسته شدیم از این عقیده شما. ولی ما تعبدون من دون الله، و ما خسته شدیم از آن چیزی که شما عبادت میکنین من دون الله. افلا تعقلون، چرا از عقل خود کار نمیگیرین؟ آل میگه کافرها چی عادت دارن؟ کافرها وقتی که در مقابل دلایل خاموش ماندن باز از زور کار میگیرن. از زور کار میگیرن. آمدن گفتن که قالو، گفتن حرقوه، درش بتین، درش بتین، ای جوانه بکشین، ای جوانه در بتین. اینه آل بعد استدلال دیگه زورشان نرسید. آل بعد چی میگن؟ در بتین، نمانین که گپ بزنه. آل گفتن حرقوهم وانصروا آلهتکم، بتایتان کمک کنین، این توتککای شکستگی رو کمک کنین این کنتم فاعلین. اگر شما یا گرفتن صاحب میگه هر کس دیگه خیز برآمد دیگه چوب میارن و چوب میارن و چوب میارن و درگران میارن، هر کس به اندازه اونمو ایمانی که به بتها دارن. به اندازه شد که غازی استادیوم که سعی کنید استادیوم ورزشی کلش از چی پر شد؟ از چوب پر شد. آل ابراهیم علیه السلام در بین از این میپرتن. آل چی قسم ابراهیم علیه السلام پرتن؟ گفتن خیلی تو یک چیز جور میکنیم تو منجنیق قواره که در اینجا ابراهیم علیه السلام میمانه که بازی قسم از دور گزارش میکنیم در بین آتش، از دست که تیزی یا آتش بسیار زیاده. الله متعال میگه که اینا مردم تو تصور میکنن که این امی سنگ، امی چوب، امی آتش، امی زمین، امی آفتاب یا به دل خود کار میکنن. نه، کل از یا تحت امر الله هستن. آب تا وقتی که امر الله نباشد تو را سیراب کرده نمیتونه. اگر الله گفت که اینمی نفر سیراب نکو، دستت لبم دادانت پرتت، تو میگه از تشنگی مردم. اگر نان الله بگه اینمی را سیر نکو، برجی برجی گوشت بخوری، هنوزم میگه مردم بیارین که بخورم. اگر آتش همینجا بانه بر تو، الله بگویه که یارا گرم نکن، نسوزانشن، آتش باز رو در دادن نمیتونه. اما تو عقیده باید داشته باش. از این خاطر میگه وقتی که ابراهیم علیه السلام در بین آتش انداختن، دمی لحظه که دمیجا ماندن و آتش است و ابراهیم علیه السلام در آتش میپرتن، ملائکه میاین. دمی لحظه هم الله را امتحان میکنه. دمی لحظه که انداختن بالا آتش است، این ملائکه برش میگه که ابراهیم چیز کار داری؟ ابراهیم علیه السلام برش میگه که دارم، خب تو نه. او کسی که از قلب ما با خبر است که من چی مشکل دارم، او میفهمه. شما بفرمایید. نگفت بر از ملائکه که شما ملائکه هستین و ملائکه قوی هست و یک دانه کوره بگیریم سر آتش از یا بزن، میتونست. اما ابراهیم علیه السلام او رو گفت نه تشکر، جزاک الله خیر، زنده باشی. الله میفهمه. الله متعال میگه اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. الله متعال میگه قلنا، ما گفتیم با عظمت و قدرت خود. ضمیر جمع الله در قرآن به خاطر که عظمت خود بیان میکنه، این ضمیر تعظیم میگن. و در جایی که باز توحید بیان میکنه ضمیر چی میاره؟ مفرد میاره. قل هو الله احد الله الصمد. الله متعال میگه چون من ذات با عظمت هستم، با قدرت هستم، و وقتی که چیز را بخوایم برش میگم کن فیکون. قلنا، گفتیم یا نار، ای آتش، کونی شو، بردن، سرد، و سلاما، و سلامت نگه دارنده. خب اگر بردن میگفت کفایت میکرد؟ نه.
اگر الله متعال برش میگه که یا نار کونی بردن، ای آتش سرد شو. این آتش آنقدر سرد میشد که 200 تحت صفر میشد که ابراهیم علیه السلام از سردی میمرد. الله متعال گفت نه، سرد شو، سرد سلامت نگهدارنده، که ابراهیم علیه السلام از سردی نمره. علی ابراهیم بر ابراهیم علیه السلام. الله متعال میگه اینا خواستن یک برنامه ریزی بکنن برای از بین بردن یک بنده صالح من، فجعلناهم الاخسرین، پس اونا را ما خاسر گردانیدیم. و نجیناه، و نجات دادیم، و لوط علیه السلام الی الارض التي بارکنا فیها. یارا میگه باز از اینجا کشیدیم از سرزمین عراق، بردیمشان به کجا؟ به سرزمینی که او را ما برکت دادیم. سرزمینی که برکت داده در کجا هست؟ اطراف بیت المقدس. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. اینجا باز اینا رو دی منطقه برد، در منطقه شام که بارکنا فیها للعالمین، که برکت دادیم. و وهبنا، و دادیم برازو اسحاق هم دادیم و یعقوب هم دادیم نافله، یعنی مثل که برای یک کسی اولاد بدین نفلی. الله متعال میگه سر ما کسی رو فرض نکرده، مثل که برای کسی یک چیز زائد برش بتیم، از قدرت خود برش اولادها را هم دادیم، در سنهای دادیم برش که هنوزی سنش بسیار بزرگ بود. و کلا جعلنا صالحین، تمام از اینا را در جمله صالحین گشتندیم. و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا، اینا را ما پیشواها ساختیم. اینا چی میکردن؟ ائمه و اولیاء الله ما که از الله متعال میگه اینا چی میکنن؟ یهدون، دعوت میکنن برای هدایت، به امرنا، به امر ما. الله میگه و اوحینا الیهم فعل الخیرات، بر از اینا وحی کردیم فعل چی؟ خیرات را. و اقام الصلاتی، که نماز بخوانن، اقامه بکنن نماز را. و ایتاء الزکات، زکات بتن. و کانوا لنا عابدین، بگم این بنده های ما واقعا عبادت میکردن. و لوطا آتیناه حکما و علما، و الله متعال میگه برای لوط دادیم، لوط علیه السلام حکم برش دادیم، حکمت و علم برش دادیم. و نجیناه من القریة التي كانت تعمل الخبائث، میگه ما را نجات دادیم از این قریه که اعمال خبیثه میکردن. اعمال خبیثه قوم لوط چی بود؟ اینا مثلا همجنسگرایی میکردن، بودن جنگی میکردن، کوک جنگی میکردن، سگ جنگی میکردن، مرغ جنگی میکردن. اینی اعمال قوم لوط است. قماربازی زیاد میکردن، چرس بازی میکردن. اینی اعمال قوم لوط است. اینی صفات از اینا هست. اینا کسایی که میگه من دختر بازی میکنم و بچه بازی میکنم و مرغ بازی میکنم، همین کلمه بازی میکنم، این کلش از اعمال قوم لوط است. یکی مرغ نگه داشتن است، یکی مرغ نگهداری است، یکی مرغ بازی است. مرغ بازیش خطرناک است. چرا مثلا یک نفر مرغ نگاه میکنه برای تخم دادن، این کار خوب است. سگ نگاه میکنه مثلا به خاطر رعایت مواشیش و بعضی مثلا زمین و باغش. اما اگر کلمه بازی داخلش آمد، فهمید یا نه؟ مرغ بازی، زنک بازی، بچه بازی، دختر بازی، بودنه بازی، سگ بازی، کوک بازی، این کلش داخلش کلمه بازی می عمل کی بود؟ اینمی قریه که کانا تعمل الخبائث بود. این کلش کارهای خبیث است، یا مردمای خبیثی کارا میکنن. انهم کانوا قوم سوء فاسقین، میگه اینا بسیار مردم زشت بودن و فاسق بودن. چرا؟ از فرمان الله برآمدن. فرمان اللهی است که تو مرغ برای چی استفاده بکنی؟ مرغ استفاده بکنی برای گوشت و برای غذا، اما اینا برای جنگاندن، هر چیزه، برای جنایت. و ادخلناه، و ما داخل کردیم لوط علیه السلام را فی رحمتنا انه من الصالحین. لوط علیه السلام از جمله صالحا بود. و نوح علیه السلام اذ نادى، وقتی ندا کرد، من قبل، پیش از اینها، فاستجبنا له، ما صدای زیر یا دعای زیر. شما همیشه ببینید پیغمبرا، نوح علیه السلام نگفت که به قبر ابراهیم علیه السلام، به نام ابراهیم علیه السلام، همیشه دعایشان به نام الله بود. فاستجبنا له، الله میگه ما برش اجابت کردیم. فنجیناه، باز ما را نجات دادیم، و اهله، و اهلش را، من الکرب العظیم،
از غم بسیار بزرگ. و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآیاتنا و ما نصرت دادیم از قومی که اونا تکذیب میکردن با آیات ما. انهم كانوا قوم سوء، اینا بسیار مردم زشت بودن. فاغرقناهم، باز اونا را غرق کردیم، اجمعین تمامی. دیگه از پیغمبران داوود و سلیمان علیه السلام بودن و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، وقتی که اینا حکم میکردن درباره یک زراعت. داوود علیه السلام هم یک کسی یک دوستی داشت، مشکل داشت دیگه. داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام دو پیغمبر بودن. اینا در قسمت همون زمین از اونا که کدام کسی بر از او کدام ضرر رسانده بود، اذ نفشت، وقتی که چریده بود، فیه در آن، غنم القوم، امور رمه های قوم. یکی حمل است، یکی نفش است. گوسفند چراندن در روز حمل میگن هید چشمه میملان. وقتی که میگه حمله یعنی چراندش در روز، و نفشه او را چرانده بود. امی گوسفندای خدا ایشا آورده بود از زمین این مردکه، غنم القوم آورده بود انداخته بود. و کنا لحکمهم شاهدین، الله متعال میگه وقتی که اینا فیصله میکردن، قضاوت میکردن، الله میگه ما شاهد بودیم. ففهمناها سلیمان، میگه ما حکم دقیق بر کی فهماندیم؟ برای سلیمان علیه السلام. و کلا آتینا حکما و علما، برای هر کدام از اینا ما حکم و علم دادیم. اینا هم حکومت داشتن و هم پیغمبر بودن. اینی هست الله متعال میگه که سیاست و اسلام، الله میگه پیغمبرها اردویش داشتن، هم رهبرای سیاسی بودن، هم رهبرای دینی بودن. اینا کسایی که میگه ما دین از سیاست دور میکنیم، یا اینه میآیه تو قرآن کافر میشن. الله متعال میگه داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام اردویشان رهبر سیاسی بودن. آتینا حکما، حکومت، قدرت سیاسی، و علما، علم و دانش و وحی و پیغمبری. و سخرنا مع داوود الجبال، در پالوی از اینا که یا حکومت داشتن و سیاست داشتن و رهبریت دینی بودن، از نگاه تکنولوژی هم الله متعال میگه اینا دسترسی داشتن. پس مسلمان باید هم در سیاست دسترسی داشته باشه، هم دین بسیار خوب باید بفهمه، چرا سیاست جزء دین است، و همچنان در تکنولوژی دسترسی داشته باشه. میگه داوود علیه السلام سخرنا مع داوود الجبال، میگه بر داوود علیه السلام کوه‌ها را مسخر ساخته بودیم. یسبحن، که اونا چی میگفتن؟ تسبیح میگفتن به امرای داوود علیه السلام. و طیر، پرنده را هم مسخر ساخته بودیم. و کنا فاعلین، و ما این کار کلش الله متعال میگه کلش ما کردیم. و علمناه صنعة لبوس، تکنولوژی دیگه داوود علیه السلام چی بود؟ میگه داوود علیه السلام ساختن لبوس. لبوس چی را میگه؟ لباس هایی که اینا آهنی بود. لکم، برای شما، لتحسنکم من بأسکم، که اون لباس های آهنی یا زرهی که میگن، ای باز شما را حفاظت میکرد از چی؟ از جنگ و از حملات دشمن. فعلا انتم شاکرون، شما شکر الله را، نعمت های الله را شکر میکنین. ولی سلیمان الریح عاصفه، الله متعال میگه به سلیمان علیه السلام باد دادیم که بسیار تند بود، تجری به امره. اینمی باد، شما میفهمین تکنولوژی طیارات در چی هست؟ طیاره وقتی که باد پشت سر میزنه بالاخره پرواز میکنه. الله متعال میگه که ما اینمی قوت باد، ریح، باد به چی دادیم؟ عاصفتن، که بسیار تند بود که میتونست این باد تند. بسیاری وقتا شما سر کنید اگر پشت سر طیاره استاشین، پشت سر طیاره یک باد بسیار تند میباشه که همین شدت از این تیز میشه، همین آهن طرف آسمان بالا پرتاب میکنه. الله متعال میگه ما اینمی قدرت تکنولوژی رو به سلیمان علیه السلام داده بودیم. ریح بود، عاصفه بود، بسیار تند بود، که کسایی که دانشمند است از این استفاده بکنه و برای ساختن طیاره. بناء میگه تجربه امره، میگه جاری میشد ای به امر سلیمان علیه السلام. وقتی که سلیمان علیه السلام بعد میگفت که تند شو، حرکت کو، دمی جک سلیمان علیه السلام شش تا بود که زمین دوستا و اندیوالا کلش متوچت مثل که نمی کلان نمی کلشان 300 نفر بالاشان میبردن به طرف آسمان. بس که حال ما شما میبینیم که طیاره ها می کار میکنه. التي تجری به امره، به امر زمین رفت الی الارض التي بارکنا فیها، به سرزمینی که ما بر از او برکت انداخته بودیم، یعنی بلاد شام که عبارت از فلسطین است، سوریه هست، بیروت است، اردن است، این منطقه است. و کنا بكل شیء عالمین، الله متعال میگه ما به هر چیز علم داریم. و من الشیاطین، همچنان از دیگه معجزات سلیمان علیه السلام چی بود؟ میگه حتی شیطان ها، جن ها دو قسم هستن، یکی جن هایی هستن که مخلوقات با شخصیت هستن، با ایمان هستن، مثل ما و شما مسلمان هستن، مؤمن هستن، برادرای ما و شماست. انما المؤمنون اخوة، اینی جن هایی که مؤمن هستن
برادرهای ما و شما هستند. انما المؤمنون اخوتون به اساس آیت قرآن. و یکی جنهای کافر هستن که اونا را باز شیطان میگه، مثل که کافرای ما و شما کافرای انسانی هم شیطان هستن. الله متعال میگه حتی او جنهایی که مسلمان نبودن کافر بودن، میگه او شیطان ها هم میغوسون له، کسایی بودن که غوث چی را میگن به صاد، غوث به صاد چی را میگن، امو شنا کردن در زیر بحر. فهمیدین نه؟ غواص، حال عرب ها میگه غواص، امو زیر بحری ها که هستن. این حال میگه یا غطه میزدن در کجا؟ در اعماق بحر. له بر سلیمان علیه السلام میرفتن، امو دانه های قیمتی و زیورات و چیزای خوبی که بود او را میکشیدن. و یعملون عملا دون ذلك، و کار میکردن بغیر از هم. و کنا لهم حافظین، میگه ما بودیم برشان نگهبان. و ایوب علیه السلام پیغمبر دیگه الله بود. اذ نادى ربه، وقتی که به پروردگار خود گفت که اینی مسنی الضر، برای ما یک سختی پیش شده. برای از این سه سختی پیش شده بود که یکی مالش مشکلات پیدا شد، در فرزندایش مشکل پیدا شد و همچنان در جسدش یک قسم مریضی برش پیدا شد. لکن این قصه های افراطی که در قسمت چی میکنن، در قسمتی پیغمبر الله میکنن که بازی گنده شد و بوی شد و چطور شد و چنان شد، نه خیر، مریض بود، مالش از دستش رفت. الله متعال یک امتحان کرد، مثل که یک نفر تکلیف قلبی میده، یک کس تکلیف میده میده. این یک امتحان الله هست. به معنای ذلت و خواری و گپا نیست که فلان نفر اگر مبتلا به مرض قلبی هست یا سرطان است. نه، بسیاری دوستای خود الله متعال چی میکنه؟ امتحان میکنه. این پیغمبر خدا هم الله متعال امتحان کرد دیگه. و ایوب، اما میگه ایوب علیه السلام چی کرد؟ میگه آیا ایوب علیه السلام به قبر کس رفت یا مثلا به کدام مجسمه رفت؟ نه خیر، ایوب علیه السلام یک پیغمبر با ایمان و با شخصیت بود. آمد توسل به نام الله کرد. اذ نادا، وقتی که ندا کرد، دعا کرد، صدا کرد، گفت یا الله ربه. بر کی ندا کرد؟ بر رب خود. چرا؟ عقیده قرآنی ندا و صدا بر رب است، اما ندای غیر الله این مخالف قرآن است که مثلا یک کسی از غیر الله استغاثه و کمک میخواد، زیرا الله هست که عالم الغیب است، از قلب ما با خبر است. مخلوقات خود نمیتونه که صدای ما را بشنوه. همین صدای ما را جبریل امین میشنوه، اگر الله متعال او را در مجلس ما رایی کرده باشه میشنوه. اما او ملائکه که در مجلس ماست میشنوه، اما او ملائکه بزرگ هم که از علم غیب ندارن، پس بدان او صدای ما را نمیشناسه. ما بگیم یا جبریل، از کجا میگیم یا جبریل؟ جبریل در مجلس ماست نیست. بناهن اونا فقط کسی که صدای ما را میشنوه ندا به الله میکنیم. پیغمبر هم صدا کرد، اذ نادا، وقتی که صدا کرد، دعا کرد، ربه، به پروردگار خود. انی مسنی الضر، گفت یا پاک پروردگار، برای من یک تکلیف رسیده، مالم از دستم رفت، فرزندایم هم از پیشم رفتن و جسدم هم به مریضی سخت مبتلا هست. و انت ارحم الراحمین، یا الله تو بهترین رحم کننده ها هستی. فاستجبنا له، الله متعال میگه ما با قوت و عظمت خود اجابت کردیم. فکشفنا ما به من ضر، الله متعال میگه تمامی تکلیفایش ازش دور کردیم. مالش دوباره پیشش آمد، فرزنداش دوباره پیش آمد، صحتش هم دوباره برش دادیم. و آتیناه اهله و مثلهم معه، ما برش اهل و خانوادهش هم برش رساندیم. و مثلهم و مثل از معهم، یعنی دو چندی از سابق هم کده برش چی کردیم؟ رحمت زیاد برش دادیم من عندنا، از جانب ما. این چی هست؟ میگه این ذکر، یک پند است للعابدین، بر بنده های خوب ما. که ای بنده خوب ما، گاهی تو رو امتحان میکنم در مالت، گاهی امتحان میکنم تو رو در صحتت، و گاهی هم امتحان میکنم تو رو در اولادهایت. نباید متأثر شوی، باید تسلیم احکام الله شوی. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. و همچنان دیگه پیغمبرای بودن، اسماعیل علیه السلام بود، و اسماعیل و ادریس علیه السلام و ذوالکفل علیه السلام. کلون، تمام از این پیغمبرها یک بسیار عالی داشتن که صبر بود. صبر در اطاعت، صبر در مصیبت و صبر در معصیت. پیغمبر هم یاد داشتن. صبر در اطاعت چیز بسیار خوب، نماز میخواندن، خوب عبادت میکردن، خوب روزه میگرفتن، خوب تقوا میکردن. صبر در معصیتی است که در مقابل معصیت زود حمله به گناه نمیکردن، حوصله میکردن و گناه را میگذاشتن. و صبر در مصیبتی است که سختی ها سرشان میامد، به الله مراجعه میکردن و هیچ وقت گپی نمیزدن که مخالف صبر باشه. الله متعال میگه وادخلناهم فی رحمتنا، اینا رو در رحمت خود داخل کردیم. انهم من الصالحین، اینا بنده های صالح ما بودن. و ذنون، ذنون یعنی صاحب نون. نون یک ماهی هست. میگه کسی که صاحب ماهی بود کی بود؟ و یونس علیه السلام بود. اذ ذهب مغاضبا، میگه این یک لغزش کرد. پیغمبرها گناه نمیکنن،
پیغمبران صغیره و کبیره چی هستن؟ پاک هستن. میگه یک لغزش کرد. او لغزش چی بود؟ که در وقت دعوت غضبناک شد. فکرتان باشه در وقت دعوت باید غضبناک نشی. انسان بیدین اگر تو را دشنام هم داد، دو زد، الفاظ زشت استعمال کرد، هر چی گفت، پس تو دعوتگر باید بسیار صابر باشی و هیچ وقتی در جریان دعوت غضبناک نشی. برش بگو دو که میزنی تو بد اخلاق هستی، منهجت است، دشنام میتی که عادت توست. اگر او دو میزد تو برش بگو که استغفر الله بگو، بان که او چیز کنه. میگه یک اشتباه کرد که غضبناک شد. یونس علیه السلام فظن ان لن نقدر علیه، میگه ای تو گمان کرد که ما او رو سرش فشار نمیاریم. یعنی ما امو تقدیر خدا بالای از او که اگر کسی یک کمک لغزش هم کنه سرش جزا میتیمش. او فکر کرد که من خب پیغمبر هستم، من حق دارم کار شم و الله سر من غضبناک نمیشه. الله متعال میگه باز ما چی کردیم؟ امو حکم خدا سر از او هم تطبیق کردیم و او را لقمه ساختیم بر زمین. نون یک ماهی بسیار کلان است که در شکم از او یک انسان جای میشه. میگه باز این بنده ما چی کرد؟ چون بنده صادق ما بود، راستکار ما بود، یک لغزش از پیش شد و ما در مقابلم یک لغزش خرد بنده مقرب خدا عاجل در مقابلش رو تنبیه میکنیم. وقتی که یک تنبیه کردیم میگه باز هم در تاریکی هایی که در تاریکی بحر بود، تاریکی شب بود و تاریکی بطن ماهی بود، سه تاریکی بود سر یونس علیه السلام. پس میگه یونس علیه السلام صدا کرد الله اله، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا انت، بغیر از تو یا الله. سبحانک، پاکیست برای تو. دمی قلب مایی هم در بطن مایی هم میگم اینی کنت من الظالمین، ما از جمله کسایی بودم که از پیش من اشتباه شد. الله متعال میگه چون بنده راستین ما بود، قلب پاک داشت، صادق بود، امین بود، فاستجبنا له، پس ما اجابت کردیم دعایش را و نجیناه من الغم، ما این از این غم نجات دادیم. و کذالک، اینمی قسم وقتی که سختی ها را سر بنده های خود میاریم و بنده ما بر ما میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و الله تسلیم میشه، اینمی قسم کذالک ننجی المؤمنین، ما نجات میتیم کی را؟ مؤمنان را. و زکریا دیگه شما از جمله پیغمبران بیا کی بود؟ زکریا علیه السلام بود. وقتی که او هم دعا کرد، توحید در دعا را بیان میکنه. کل پیغمبرها فقط توحید در دعا را به قبر و به بت و به مخلوق نمی رفتن. میگه زکریا علیه السلام هم به قبر پدر خود که ابراهیم علیه السلام است، قبر پدر کلانهای خود نرفت، بلکه زکریا علیه السلام هم چی کرد؟ نادا ربه، دست دعا به رب خود بلند کرد، توسل به نام الله که رب است به ای کرد و گفت رب، ای رب من، ای خلق کننده من، روزی دهنده من، شفا دهنده من، زنده کننده من، میراننده من، لا تذرنی فردا، مرا تنها مگذار و انت خیر الوارثین، و تو بهترین وارثان هستی. برای من یک بچگک بده، میخوایم فرزند خوش دارم، اولاد خوش دارم. فاستجبنا له، الله متعال میگه برش اجابت کردیم. و وهبنا، الله ذات وهاب است. حالا مردم که وهابی بگوی قار میشه، الله وهاب است. پس وقتی که وهاب است، الله متعال میگه و وهبنا له، باز ما بر از حبه و بخشش کردیم یحیی علیه السلام را. و اصلحنا له زوجه، و اصلاح کردیم، با ایمان ساختیم، با دیانت ساختیم، با تقوا ساختیم همسر از او هم انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا علیه السلام خانمش و فرزندش بسیار سرعت و تیزی داشتن در چی؟ در انجام دادن خیرات، یعنی نیکی ها. و یدعوننا، و دست دعا الله میگه اینا به دربار ما بلند میکردن. رغبا و رهبا، رغبا و رهبا یعنی هم به رغبت و علاقمندی و رهبا به ترس. دیروزم یکی از برادرها پرسان کرد، من برش گفتم که قلب مسلمان باید بین رغب و رهب باشه، بین خوف و رجا باشه. به رحمت الله امیدوار هستیم و از عدالت الهی میترسیم. پس وقتی یک گناه میکنیم، نمیکنیم گناه را، میترسیم که الله ما را عذاب نکنه. و اگر از پیش ما اشتباه شد، به رحمت الله چی هستیم؟ امیدوار هستیم. بعضی اوقات شیطان چی میکنه؟ امی فیصدی ترس زیاد میبره، میگه او تو گناه کردی، تو رو دیگه الله نمیبخشه، کافر شدی. اینه بعضی جوانا میگه ما کافر شدیم، چرا؟ ما گناه کردم. اینه ما دوزخ میرم. ما گفتم بیشک در دوزخ میری، نه به خاطر گناهت، بلکه به خاطر از اینکه از رحمت الله ناامید شدی. بعضی اوقات شیطان باز چی میکنه؟ میگه
ترس کم میسازه، امی امید زیاد میسازه. باز میگم او بیادر الله لک بخش است، برو گناهیت بکن، برو زنا را بکن. این بازی بیچاره میره به گناه ها مبتلا میشه. نه، الله متعال هم رحمان است و هم قهار است، عادل است، انتقام هم از پیشت میگیره، انتقام ظلمت است، ظلم ظالمه میگیره، انتقام مظلوم از ظالم میگیره و رحمتش هم بالای انسان ها هست. زکریا علیه السلام و خانمش و پسرش میگه یا چی خوبی داشتن، عجله و سرعت میکردن در نیکی ها. بعضی کساس در نیکی ها بسیار سست و تنبل است، میگه نه، یا این قسم نبودن. و یدعوننا و دعوت میکردن، ما را دعا میکردن با شوق، رغبن، با رغبت و رهبن و با ترس. و کانوا لنا خاشعین، الله متعال میگه بسیار با خشوع و عاجزی بودن. والتی احسنت فرجها، و او خانمی که خود حفظ کرد، یعنی شرمگاه خود را، فنفخنا فیها، که بی مریم بود. الله متعال میگه که ما در رحم ازو دمیدیم من روحنا، از روح. اینجا میگه روحنا، الله متعال روح به طرف خود نسبت داده. این نسبت تشریفی میگه. روح مخلوق است، الله متعال خالق است. الله به روح نیاز نداره. وقتی که میگه روحنا، یعنی روحی که مخلوق با عزت ما هست. این چی میگن؟ اضافت تشریفی. بعضی از فلاسفات میگن که بعضی کسا میگن پرسان میگن استاد خیلی در انسان ها روح خداوند است، در حیوانات خیلی روحی کی است؟ این کلمه کفری هست، این ناروا هست. در انسان ها روح خداوند نیست، روح مخلوق است. در انسان ها روح هست که مخلوق الله هست، در حیوانات هم روح هست که مخلوق الله هست. پس روح انسان ها و روح حیوانات چی فرق دارن؟ روح انسان ها با عزت است، از این خاطر به خود نسبت داده. روح حیوانات برای خود نسبت نداده. مثل که خانه تو را الله به خود نسبت نداده، خانه تو با عزت و قدر نیست. اما بیت الله شریف چی است؟ با عزت است. در خانه تو طواف نمیشه، در او خانه طواف میشه. چرا؟ الله متعال او را به خود چی کردن؟ نسبت داده. او خانه هم مخلوق است، این خانه هم مخلوق است. پس الله متعال میگه از روح ما که او مخلوق است، مخلوق با عزت ماست، با ای دمیدیم و جعلناها و ابنها آیت للعالمین. الله متعال میگه امی بی مریم را گردانیدیم و ابنها و پسرش گردانیدیم آیتا، معجزه، دلیل از قدرت خود برای عالمیان. ان هذه امتکم امه واحده، اینی امت شما امت یگانه هست. و انا ربکم، و ما پروردگار شما هستم. فاعبدون، مرا عبادت بکنین. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک.